اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ماه مبارک رمضان دومین جلسه بحث تأملی در مسئله حجاب رو آغاز می‌کنم. عنوان این جلسه حجاب در سنت و روایات ماست. در جلسه قبل بحث ما در مورد حجاب در آیات قرآن کریم بود و مشخصاً دو آیه رو از سوره نور و از سوره احزاب مورد بررسی قرار دادیم با توجه به پیشینه بحث در میان اعراب حجاز و اینکه چه میزانی از کوشش رو اینها در اون شرایط زمانی مکانی رعایت میکردن و ذکر کردیم که مهمترین مسئله اسلام و قرآن و پیامبر در اون زمان حداقل پوشش شرعی بود، یعنی پوشش عورت به دلیل وضعیت خاص لباس در اون زمان، مسئله فقر، مسئله غیر متمدن بودن بسیاری از افراد حجاز در اون زمان و هاکذا فساد اخلاقی که در بین برخی از مردم در اون زمان رایج بود. اگر با این زاویه آیات قرآن رو به طور کلی تلاوت کنید در میابید که این مسئله دور از قرآن کریم نیست. به شکل خاص دعایی که بحث کردیم درباره جلباب و درباره خمار بود، دو پوشاکی که زنان عرب استفاده می‌کنند و گفتیم که معنای جلباب و خمار هم می‌تواند سرانداز باشد یا روسری باشد، هم می‌تواند رداء باشد یا ملحفه یا پارچه‌ای کوچکتر از ملحفه، بزرگتر از مقنعه که زنان بر سر می اندازند یا بر شانه می اندازند. چون اما آیه در این حدش صراحت در پوشش مو یا سر نداشت، اما صریحاً درباره پوشش سینه، بالای سینه یا مواضع خاصی از بدن زنان قرار می گرفت که به تفصیل به این مسئله اشاره شد و درباره نزدیک کردن جلباب به بدن گفتیم که منظور جمع و جور کردن اون لباس بانوان در اون زمان بوده که رها نباشه و اسافل اعضایشون یا اعضای باطنی بدنشون آشکار نباشد. البته امکان این که این دعایه و آیات مشابهش دلالت بر همین معنای رایج هم داشته باشه ذکر کردیم که این هم هست، اما قرائن دیگری هم در آیات دیگر قرآن یافت می شود که اون احتمال حداقل حجابی رو تقویت میکنه. این نکاتی بود که در جلسه گذشته به عرضتون رسید. اما امروز نام این است که درباره مسئله حجاب در روایاتمون بحث بکنیم. جلسه دیگری هم خواهیم داشت که درباره فتاوای فقها در این زمینه تأمل خواهیم کرد، اما امروز صرفاً بحث در روایات است. سوالمان این است که پیامبر صلوات الله علیه یا ائمه علیهم السلام اینها درباره پوشش زنان چه نکاتی رو ذکر کردند و آیات مورد بحث از زبان اونها به این روایات، در این روایات چگونه تفسیر شده. آیا اون برداشت رایج و برداشت رسمی تأیید می شود در روایات یا اون برداشت کمی حداقلی تر از مسئله حجاب شرعی مورد تایید روایات قرار می گیره. به زبان مشخص‌تر می خواهیم بدانیم که آیا پوشش سر، پوشش مو، پوشش گردن آیا در روایات ما اثری ازش هست یا نیست و
قاعده‌ای که نوعاً از زبان برخی فقها شنیده می شود و این که تمام بدن زن عورت است. بنابراین ما میباید یک عمومی، یک اطلاقی در این مسئله وجود دارد، این که مثلا بدن المرأة عورتون، همه بدن زن، تمام بدن زن از سر تا نوک پا همه اینها عورت محسوب می شود. مراد از عورت هم یعنی آنچه که باید پوشیده شود و ما برای خارج شدن از این بالواقع عموم یا اطلاق نیاز به دلیل خاص داریم، نیاز به مخصص داریم، نیاز به مقید داریم و بعد در مرحله بعدی به این نتیجه میرسند که آن چیزی که از ذیل این عموم یا اطلاق خارج شده است صرفاً وجه و کفین یا نهایتاً و قدمین می شود، یعنی 5 موضع، 3 یا 5 موضع. این که صورت، 2 دست تا مچ و 2 پا تا قوزک، این نهایتی است که از این تمام بدن خارج می شود. بنابراین بقیه بدن تحت این قاعده یا این اصل بدن المرأة عورتون باقی میماند و اگر چیز دیگری اثبات نشد ما میباید به این اصل تمسک بکنیم، به این عموم یا اطلاق تمسک بکنیم و در نتیجه همه بدن زن میباید پوشیده باشد. ما دلیل دیگری هم نداریم برای خارج کردن بدن از این عمومات. این شاکله بحثی است که در بین بسیاری از فقهای اهل سنت و شیعی مشاهده میشه و اون رو غالباً مستند میکنن به روایاتی از پیامبر در درجه اول. میخوایم ببینیم این مطلب چقدر صحت دارد، چقدر درست است. بالواقع شاید مهمترین روایت این باب روایتی باشد که به پیامبر نسبت داده می شود. گویندش هم عبدالله ابن مسعود است، یکی از صحابه پیغمبر صلوات الله علیه. این روایت در برخی از صحاح اهل سنت نقل شده است. مضمون حداقلی این روایت این است، به خاطر این که همینطور که جلو می آید این روایت هم شاخ و برگ بیشتری پیدا کرده، جملات بیشتری بهش اضافه شده و به هر حال گسترش پیدا کرده در طول زمان. روایت این است که این در سنن ترمذی قدیمی ترین کتابی است که این روایت رو ذکر کرده. قتاده از مورق از ابوالاحوص از عبدالله که منظور عبدالله ابن مسعود باشد عن النبی صلوات الله علیه قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان. زن عورت است، وقتی که خارج می شود یعنی وقتی از خانه خارج می شود شیطان بر او اشراف پیدا می کند. این کمترین الفاظی است که از این روایت در نخستین نقل آن ذکر شده. بعد کم کم این روایت بزرگ می شود. جمله بزرگتری که دارد در مرحله بعدی این است که باز توی نقل دوم دیگه جالب است، پیغمبر توش نیست، فقط عبدالله ابن مسعود است. میگه با همون سند میگه قال عبدالله ابن مسعود، عبدالله بدون ذکر بدون استناد به پیامبر احبسوا النساء فی البیوت فان النساء عورتون و ان المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان و قال لك انها لا تمرین باحد الا اعجب بک. این عبدالله ابن مسعود و نه پیامبر نقل میکند که زنان را در خانه حبس کنید، زنان عورت هستند. زمانی که زنی از خانه خارج می شود شیطان بر آن مشرف می شود و به او می گوید هیچ کس از تو بر تو عبور نمی کند، تو را نمی بیند در واقع یا خیابان الا این که از تو خوشش می آید. این مضمون نقلی است که پایه این مسائل بعدی قرار گرفته. خب این روایت هم در بین اهل سنت هم در شیعه تضعیف شده است، یعنی گفته شده است که
روایت به لحاظ قواعد روایی اهل سنت فاقد صحت است. در میان شیعیان هم هیچ نقلی از پیامبر در این زمینه نداریم الا یک مورد از این ضعیفتر که اون هم نقل خواهم کرد و بعد از این از متأخر. و این روایت رو شاید نخستین بار این قاعده رو یا روایت رو علامه حلی نقل کرده و بعد متأخرین از او گفتن که سندش غیر معلوم است و استناد به آن مجاز نیست. به لحاظ صناعت فقهی شیعه هم به واسطه این که سند روایت احراز نمی شود استنادش به پیغمبر اثبات نمی شود. اما اون چیزی که از طریق شیعه نقل شده جالب است. این روایتی است که ما یک کتاب بسیار مشهور روایی داریم که همه روایات فقهی رو از کتب اربعه و غیر اون جمع کرده به نام وسائل الشیعه که شیخ خور عاملی در قرن 11 این کتاب رو تدوین کرده. مدتی بعد، یک قرن بعد، یک محدث دیگری به نام حاجی نوری ایشون میاد و یک کتابی درست می‌نویسد به نام مستدرک الوسائل، یعنی اون روایاتی که از دست شیخ خور عاملی در رفته و من میخواهم اونها رو استدراک بکنم، جبران بکنم. این کتاب پر از روایاتی است شیخ خور عاملی اونها رو دیده بوده اما اعتبار سندی براشون قائل نبوده. لذا روایاتی که در کتاب مستدرک نقل شده غالباً به لحاظ سندی مشکل دارن. یکی از کتاب‌هایی که مورد استناد محدث نوری در مستدرک الوسائل قرار گرفته کتابی است به نام جعفریات یا بهش اشعثیات هم گفته میشه. 1000 روایت با یک سند و این کتاب مورد تضعیف قرار گرفته، یعنی علمای رجالی اون رو قبول ندارن، باور ندارن، اعتبار اون رو تایید نمی‌کنن. در این کتاب یعنی در مستدرک الوسائل به نقل از جعفریات آمده است. یک بابی است باب استحباب و حبس المرأة فی بیتها او بیت زوجها، باب پس فلا تخرج لغیر حاجت ولا یدخل علیها احد من الرجال. با عنوان باب این است که مستحب بودن حبس کردن زن در خانه یا در خانه همسرش، پس از آن خانه بدون حاجت خارج نمی شود مگر اگه یک امر ضروری باشد خارج می شود. هیچ کس هم از مردان غیر از همسرش یا محارمش در او داخل نمی شود. این بحث حبس در خانه خلاصه سابقه تاریخی دارد. بعد از جعفریات این کتاب رو، این روایت رو نقل می کند، میگه که به پیامبر میرساند. باز گفتم این که 1000 روایت با تک سند میگوید قال رسول الله النساء عورة فاحبسوهن فی البیوت واستعینوا علیهن بالعرا. زنان عورت هستند، آنها را در خانه حبس بکنید و با استعانت بجویید آنها را به عریانیشان کمکشان بکنید. حالا این روایت عرض شد در مستدرک الوسائل است، در بهارالانوار هم آمده است. این روایت به لحاظ سندی قابل اعتبار نیست، یعنی نمیتوانیم به پیامبر بر اساس این روایت چیزی نسبت بدهیم. اما متاسفانه برخی از فقها چه در میان اهل سنت چه در میان شیعه به این شیوه که ذکر کردم استدلال کردند، یعنی تمام بدن زن را عورت فرض کردند، بعد به دنبال مخصص گشتند که حالا مخصص چیست. از میان مخصص ها هم چیزی که شاید قدیمی ترین مخصصی که برای این روایتی که ذکر کردم نقل شده باشه روایتی است که به عایشه برمیگردد، یکی از زنان پیامبر، و اونجا ذکر می شود که نزد پیامبر بوده. من متن روایت رو هم پیدا کنم خدمتتون بخوانم که ذکر می کند که در ذیل آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والکفان. این اولین و قدیمی ترین چیزی است که ما داریم. در ذیل آیه سوره نور گفته می شود که مراد از الا ما ظهر منها من الزینه
وجه و دو کف است، یعنی دو دست زن تا مچ او. و این فی الواقع اولین نقلی است که ما از او داریم در این زمینه داریم. این رو مالک، شافعی، اوزاعی، بزرگان اهل سنت از ابن عباس نقل کردن. هنوز به روایت عایشه نرسیدم. این رو از ابن عباس نقل کردن. ابن عباس هم از صحابه پیغمبر هست، اما اینجا نقل رو به پیامبر نسبت نمیده. قال ابن عباس، این تفسیر ابن عباس از آیه سوره نور است که میگه منظور از ما ظهر منها وجه و کفین هست. بعد از ایشون روایتی داریم که میگن چه بسا منظور فی الواقع منظور عایشه در آن چیزی که از پیامبر نقل کرده است همین مسئله باشد. عایشه نقل میکند که اسما یکی دیگر از همسران پیغمبر نزد پیامبر بود. بعد ایشون بر پیامبر وارد شد و یک لباس نازکی به تن داشت، به اصطلاح بدن نمای به تن داشت. پیامبر از او اعراض کرد و گفت ای اسما. عایشه نقل میکند از هوای خود اسما که این به اصطلاح لباس رو تو چرا بر تنت کردی؟ زن زمانی که بالغ می شود، حائض می شود، او نمیباید متبرا باشد، بری باشد از این و این. دقیقا ذکر میکند از الا هازا و هازا و اشار الی وجهی و کفیه. ذکر میکنن که اشاره کرد پیامبر به این که مگر وجه و کفینش، بقیه بدنش باید پوشیده باشد. این فی الواقع میشه گفت این دو روایت در میان اهل سنت قدیمی ترین روایات هست که به این مسئله مورد بحث امروز ما اشاره دارد. قدیمی تر از شیعه هم از نقل این دو روایت. خب این هم در سند روایت ذکر شده که فردی که از عایشه مطلب رو نقل کرده امکان درک عایشه نداشته است، یعنی به لحاظ زمانی، به لحاظ تاریخی این روایت قابل وقوع نیست. و بعد غیر از این روایت نقل‌های دیگری هم دارد، اسنادش عوض میشن، به جای عایشه زن دیگری قرار میگیرد و معلوم میشود که روایت بالاخره دستکاری شده در طول سالیان مختلف. حالا واردش بشم، خود این نقل‌های مختلفش یک جلسه بحث دارد که چه به سر همین تک روایت آمده است تا به اینجا رسیدیم که هستیم. این هم فی الواقع یک نکته دیگری که باید اینجا عرض بکنم، این که ما دو سطر داریم. اشاره هم کردم در جلسه قبل. دو گونه سطر، دو گونه پوشش داریم. یکی بهش میگن سطر صلاتی، یکی سطر غیر صلاتی. سطر صلاتی یعنی ساتر و پوششی که مرد یا زن میباید در حین نماز رعایت کنند. این سطر صلاتی مطلق است، چه ناظری باشد چه ناظری نباشد. یعنی اگر در خانه تنها باشد، در هم قفل باشد، هیچ کسی هم امکان ورود نداشته باشد، وضع ساتر صلاتی هیچ تفاوتی نمی کند. یعنی وجود محرم و نامحرم دخالتی در سطر صلاتی ندارد، مطلق است. اما سطر دیگری داریم به نام سطر غیر صلاتی. این متوقف است بر وجود ناظر. یعنی اگر فرض بکنید انسان حمام می رود، خب حمام اگر شخصی و خصوصی باشد می تواند لخت و عریان باشد، اما در همین حمام اگر عمومی باشد باید حداقلی را رعایت بکنه. اگر زن به حمام می رود، همجنس او در آن حمام است، یک گونه هست، محرم او در آن است، گونه است، نامحرم است، گونه سوم است. به خیابان هم که می رود، خارج از خانه هم که می رود، باز به همین صورت این سطر غیر صلاتی مطرح است. به نظر می رسد بین سطر صلاتی و سطر غیر صلاتی تفاوت باشد. اون قدری که می توان از ادله درک کرد و من بسیار از اونها را امروز در حدی که وقت اقتضا می کند برای شما خواهم خواند. سطر صلاتی علی القاعده هم بیشتر از سطر غیر صلاتی است و هم این که مسئله تعبدی است، مثل خود نماز. این که ما چگونه نماز بخوانیم،
چگونه حج برویم، در حج چه لباسی بپوشیم، در حین نماز چه لباسی بپوشیم، این کاملا امر تعبدی است. هیچ علت خاصی میتواند ما درک نکنیم. میگوییم چون خدا اینگونه میپسندد، ما میباید حین نماز، حین حج اینگونه خود را بپوشانیم. برای مردان فرض بکنید احرام است، 2 پوشش خاص است. برای زنان پوشش دیگری است متفاوت. در حج، در نماز هم به همین صورت. روایاتی که خوانده خواهد شد بهش توجه بفرمایید. کدومش مربوط به سطر صلاتی است، کدامش جدای از این مطلب است. این دوتا رو نباید با هم دیگه خلط کرد. البته همینجا اشاره کنم که بسیاری از فقها از روایات فی الواقع غیر صلاتی برای صلات استفاده کردن و از روایات صلاتی برای غیر صلات احیانا استفاده شده. اینو باید توجه کرد و برخی هم ملازم قائل شدن، اصلا گفتن یکی، تفاوتی نمی کنن. در حدی که من میفهمم این 2 گونه است، 2 تا سطر و احیانا این باعث بسیار دشواری ها شده. این رو البته جلسه بعد بهش خواهم پرداخت. الان درباره خود روایات میخوام با شما صحبت بکنم. دقت هم بفرمایید. ما تفحصی که من کردم، روایاتی که درباره مواضع حجابی که ما این زمان با آن دست به گریبان هستیم روایات اندکی است. برخلاف انتظار ما که فکر میکنیم تعداد فراوانی روایت در این زمینه به شکل صریح و خاص و مشخص از جانب پیامبر یا از جانب ائمه صادر شده است، وقتی که تفحص میکنیم میبینیم تعداد روایات بسیار اندک است. مرادم هم از اندک بودن روایات معتبر و صحیح است و الا این که مجموعه فراوانی از روایات داریم در این زمینه غیر قابل انکار است. اما میبینیم اکثر این روایات یا سند ندارند یا اگر سند دارند ضعیف هستند و قابل اعتنا به لحاظ فقهی نیستند، نمیشه بهشون عمل کرد. اما در نظر داشته باشیم در میان روایات صحیحه که من امروز بهش اشاره میکنم روایاتی است که نظر مشهور را تأیید میکند و همینطور در میان روایات غیر صحیح که فراوان بر در منابر خوانده می شود و از رسانه ها پخش می شود، اکثر این روایات که بیشترین پشتوانه این حجاب رسمی و اجباری است فاقد هر نوع سند و اعتباری هستند. من اونها رو امروز خواهم خوند، چیزایی که شما تا کنون شنیدید و الان میشنوید که نه این اعتباری ندارد، این بر اساس فی الواقع مذاق شاید مردان آن زمان تدوین شده است و نوشته شده است و ما یقین نداریم که این سخن را پیامبر یا یکی از ائمه فرموده باشند، نگفتند چنین چیزی. اما روایاتی داریم که از هر دو طرف هم دلالت می‌کند برخی از اونها بر این که برخی سختگیری هایی که در زمان ما صورت می‌گیرد اینها خلاف شرع است. از اون سو هم روایاتی داریم که حداقل‌هایی رو برای حجاب ذکر می‌کند، شبیه همین وجه و کفین و قدمه. بنابراین از همون ابتدا عرض بکنم ما با 2 دسته روایات مواجه هستیم. از یک سو این مقدار غلظتی که در مسئله حجاب در میان ما رایج است، می‌بینیم این غلظت مورد روایات معتبری داریم که خلاف این است و از آن سو روایاتی هم داریم که این حداقل حجاب رو، همین مسئله وجه و قدمین و کفین رو به نحوی تایید میکنن. این که کدام یک از اینها مقدم است یا نه این احتیاج به یک بحث کارشناسی بسیار دقیق دارد که این موضوع جلسه بعدی من خواهد. اما برخی از این روایات واقعا تعجب آور است، یعنی به این نحو که با عمل امروز ما که مقایسه میکنیم ببینیم اینها رو هم سخن اولیاء دین ماست. این شیوه هم شیوه رفتاری پیامبر ما بوده است. به هر صورت با دقت و منصفانه و بی‌طرفانه لطفاً گوش کنید. من قرار نیست نظری رو پیشاپیش تایید یا تکذیب بکنم. ما هستیم و این ادله آیات قرآن رو در حدی که امکان داشت بررسی کردیم. الان این جلسه هم
میخواهیم درباره این فی الواقع نکات از این روایات بحث بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. خب اولین روایت، من کوشش کردم روایاتی رو اینجا بخوانم که فقهای معتبر به اونها استناد کردند و به لحاظ علم رجال و درایه روایات معتبر یا صحیح محسوب می شود. لذا هر روایتی به اصطلاح برفنبار نکردم. متاسفانه یکی از اشکالات تحقیقی این است که افرادی که کارشناس نیستن میره نگاه میکنه میره خب روایت متفاوت داریم، بهارالانوار ما یا کتب روایت اهل سنت، مسند احمد حنبل پر است از روایات از هر مذاقی که شما بطلبید. برمی‌داره میگه که مثلا فرض بکنید این نکته‌ای که من میخوام به شکل گزینشی این روایات درش موجود است. خواننده غیر کارشناس هم که اینها رو میخونه میبینه بله خب این روایات موجود است، پس مسئله فی الواقع مستندی ندارد. من هر روایتی اینجا نقل نمیکنم، روایات رو نقل میکنم که یا صحیح و معتبرند از این سو، یا این که بهش استناد شده ولی که صحت و اعتبار ندارد، اون رو هم ذکر میکنم از هر دو سو. خواهید دید دو دسته روایات داریم، هر دو قول بالاخره مستنداتی دارن. اما یکی از روایات مستند مشهور صحیحه فضیل در تفسیر آیه خمار ذکر میکنن که ما دون الخمار و ما دون السوار من الزینه، پایین تر از خمار به اصطلاح سرپوش، اون پوشاکی که نوعاً به سر یا شانه می اندازن و پایین تر از موضع دستبند و علنگو، این زینت محسوب می شود. خب مشهور وقتی به این میرسه میگه خب بالاترش که دیگه حتمی است، تردیدی ندارد. ببینید این روایات در فضای صادر شده که کأنه این فقها که باش بحث میکنن پوشش مو و پوشش سر بدون تردید انجام شدنی است. بحث در بیش از آن است. حالا بیش از آن میگه پایین تر از خمار زینته. خب پایین تر از خمار چیه؟ دیگه از سینه به پایین. بسیار. و همینطور پایین تر از علنگو، این هم زینت است، میشه کفین به اصطلاح، این محسوب میشه از زینت. خب این روایات انصاف مطلب صحیح است، معتبر است، اما صراحتی در مسئله ندارد، چون قول دوم هم میتونه ذکر بکند. اتفاقا ما هم همین رو ذکر میکردیم، ما دون الخمار یعنی همون دقیقاً سینه که باید پوشیده شود، زینت است باید پوشیده شود. خب دست هم باید پوشیده شود. دست یعنی ببخشید دست میتواند آزاد باشد، بالاتر از موضع علنگو میتونه آزاد باشه. اینا زینتی است که ظاهر است و آشکار است. روایت دوم، روایت مهمی است، بسیار بهش استناد میشه. صحیحه بزنطی است از امام رضا علیه السلام. قال سألت عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القواعد. قلت له اخت امرأته والغریبه سوا؟ قال نعم. جناب بزنطی که از اصحاب امام رضا است ازشون میپرسه، فردی نقل میکند فردی آمد از ایشون از امام پرسید که آیا جایز است مرد به موی خواهر زنش نگاه کند؟ مسئله بسیار کثیرالابطلاء. پاسخ میشنود نه، مگر اینکه این خواهر زن از قواعد باشد. اون قواعد آیه 60 سوره نور است که اون زنانی که دیگر لا یرجون نکاحا، دیگر به سن و سالی رسیدند که امید ازدواج ندارند، اینها میتوانند ثيابشان را رقیق‌تر کنند، کمتر کنند و یضعن ثيابهن، لباسشان را بنهند، حالا پوشاک را بنهند. خود این هم باز ابهام دارد. اون خمار و جلبابی که برای دیگر زنان بود، اینها موظف نیستن رعایت بکنن، میتوانند کناری بدهند. اگر این خواهرزن از این دست زنان بود اشکال نداره، اما اگر جوان بود، میان سال بود، خیر، این چنین نیست، حق ندارد به مویش نگاه کنه. راوی میپرسد آیا خواهرزن و غریبه مثل هم هستند؟ امام میفرماید بله مثل هم هستند.
از این زاویه مثل هم است. خب ببینید بحث در اینجا از موی خواهرزن است. خب اگر موی خواهرزن رو نشود دید، به طریق اولا موی دیگر زنان هم ممنوع خواهد بود، مجاز نخواهد بود نگاه کردن رو. این روایت عرض کردم صحیح است و مستند قول مشهور قرار میگیره. روایت دیگر قصه طولانی است در شأن نزول اصلا آیه حجاب که یک جوان انصاری، این به نام سعد اسکاف از امام باقر نقل میکند که یکی از جوانان انصاری با یک خانمی در مدینه مواجه شد و این خانم مقنعش رو پشت گوشش بسته بود. خب و این وقتی این خانم گذشت، این جوان انصاری نگاهش به این زن ادامه یافت، حواسش پرت شد به اصطلاح، همینطور داشت میرفت و داشت به اون زن نگاه میکرد و خورد، یک شیشه هم توی دیوار بود، خورد و این صورتش پر از خون شد. وقتی چنین شد، این گفت که خب اتفاقی افتاده، با صورت خونین رفت خدمت پیغمبر و عرض حال کرد که همچون چیزی شده. آیه نازل شد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینجا نازل شد و دسته آیات. خب به این روایت هم میگن نگاه کنید، این زنان اون زمان مقنعه داشتن، موشون رو میپوشوندن، احیانا سینه‌شون باز بوده. این جوان هم به این موضع زینت نگاه کرده، آیه نازل شده است. این معلوم می شود پس مو که پوشیده بوده، سینه باز بوده. خب حالا به جای این ولیضربن بخمورهن لا جیوبهن، این معناش دقیقاً تطبیق میکند با این بحثی که اینها کردن. این هم در واقع یک روایت. روایت بعدی موثقه عباد بن صهیب است. میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهینا لا تنتهی. ذکر میکند که این آقای عباد بن صهیب میگه از امام صادق شنیدم که روایت موثقه است، یعنی به لحاظ سندی اعتبار دارد. میگه که اشکالی ندارد نگاه کردن به سرهای زنان اهل بادیه، اون اعرابی که بادیه نشین بودن، اهل تهامه بودن. 3-4 مورد رو ذکر میکنه، خلاصش میشود همین بادیه نشین ها. نکتش هم علت بحث مهم است. میگه به خاطر اینکه زمانی که اینها رو نهی میکنی قبول نهی نمیکنن، نهی از منکرشون که میکنی گوش نمیکنن و خود را نمیپوشانن. وقتی خود را نمیپوشانن بحث از رأسه. یعنی دقت بفرمایید، به نظر الی رؤوس اهل تهامه، به سرهای زنهای بادیه نشین. پس اینها نهیشون میکنه خانم چرا سرتو نپوشوندی؟ گوشش بدهکار نیست. میگه به اینجور زنها میشه نگاه کرد. اون وقت ازش استفاده میکنن. پس اگر آمد و زنی این گونه نبود، اهل رعایت مسائل شرعی بود، سرش را، مویش را میباید بپوشاند. اما اگر لاابالی بود، دقت نمیکرد نسبت به مسائل شرعی، ناآگاه بود، میشود به اون نگاه کرد. اما اگر آگاه بود، نه، اون امکان نگریستن بهش وجود ندارد. خب این هم روایت دیگری که در باب هست و موثقا محسوب می شود. و اون وقت می شود گفت فرض کنید زنانی که امروز هم حجاب رو رعایت نمی کنند می تواند ذیل اینها قرار بگیرد، چون علت بر اینها هم صدق می کند. نهیشون می کنید، قبول نهی نمی کند. خب نگاه کردن به اینها اشکالی ندارد. اما معناش نیست که اینها شرعاً مجازن بر اساس قول مشهور. منم دارم ذکر میکنم این یکی از مستنداتی است که بسیاری از فقها بهش استناد میکنن. خب روایت بعدی صحیحه فضیل که قبلش گذشت، موثقه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام. از امام از
این آیه شریفه سوال میکند ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. قال این ما ظهر منها چیست؟ امام صادق تفسیر میکند الخاتم و المسکه و هی القلب، میفرماد که منظور انگشتر است و منظور الانگوست. خب یعنی چی؟ یعنی دست. اینجا ذکر میکند که شما به اصطلاح این ما ظهر منها اینهاست که شما میتوانید اون رو رعایت بکنید، یعنی آشکارش بکنید. خب معناش این است غیر از اون به اصطلاح جایز نیست آشکار کردنش. فقها به این هم استناد میکنند که مواضع زینتی که گفته شده است اینجا با کنایه به او پرداخته شده است. قلبم یعنی سوار، یعنی بلنگو، یعنی این مواضع میتواند مورد این فقط بحث کفین رو مطرح میکنه. کفین قابل جزء زینت‌های آشکار زن است. اما این یکی کاملا وجه کفین است. موثقه مسعدة ابن زیاد قال سمعت جعفر و سئل اما تظهر المرأة اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه و الکفین. مسعدة ابن زیاد ذکر میکند که از امام جعفر صادق شنیدم و ایشان پرسیده شد از آن چیزی که زنان زینتشان را اظهار میکنند. فرمود وجه و کفین، صورت و دو دست تا مچ. خب این روایت موثقه است. الان روایات رو شما بشمارید، تعداد روایاتی که به لحاظ سندی معتبرند و این نکات رو میرسانند. به پیامبر اینجا نسبت داده نشده بود، اما گویندش ائمه بودند: امام باقر، امام صادق، امام رضا. این روایاتی که تا کنون خوندیم. یکی از نکات جالب دیگه، برخی از فقها به سیره عملی متشرعه که متصل به زمان معصوم است استناد کردند و گفتند که بر اساس این سیره تمام بدن زن عورت است و جایز نیست نگاه کردن اونها الا ما خرج به دلیل، که همین مسائلی است که عرض کرد. جالب اینجاست که برخی فقهای معاصر با صراحت تمسک به سیره متصل به زمان معصوم در عورت بودن زن تمام بدنش را با قاطعیت رد میکنن. میگن همچون سیره قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه نهایتش اینه که صرفاً در شهرهای بزرگ زنان مجلله، به اصطلاح زنان متدین بودن که این امور را رعایت میکردن، اما هرگز این سیره عمومیت نداشته است. دقت، اینا رو بعداً میخوام ازش استفاده بکنم. گوینده سخن مرحوم آیت الله خویی است. میگه که ما همچو سیره‌ای که به زمان معصوم برسد سراغ نداریم که همه مردم این شیوه رو رعایت میکردن. نهایتش تو شهرهای بزرگ، نه شهرهای کوچک و روستاها، و اکثرا اون زمانها روستانشین و بادیه‌نشین بودن، و تازه تو شهرهای بزرگ هم نساء المجللات، همه خانوما نه، خانومهای خاصی، خانومهای اشراف دینی به اصطلاح، دینداران چنین میکردن. بعد تازه جلوتر میرود، میگه حتی میتونیم بگیم همه زنان مجلله هم رعایت نمیکردن. اینها در مهمانهای خانوادگیشون، زمانی که در خانه بودن یا همخانه بودن با کسانی که محارم عرفی محسوب میشن اما محارم شرعی نیستن. خب محارمی که عرفن و شرعنش تشخیص بدیم، مثلا یکی از افرادی که الان مورد بحث بود خواهرزنه. خب عرفن توی بسیاری از خانواده ها باش معامله چیز میکنن، معامله محرم میکنن، در حالی که نامحرم است. این فرق عرفی و شرعی. حالا ایشون هم ذکر میکند که مثلا عموزاده، خالزاده، عمزاده، دایزاده، خب اینها رو نوعاً به لحاظ عرفی محرم حساب میکنن. آیا اینها محرم هستن یا نیستن شرعاً؟ یکی اینها رو میپردازه بهش. میگه که حتی ما همچو سیره‌ای در شهرهای بزرگ در میان زنان مجلله هم سراغ نداریم. بنابراین
مطلقاً به سیره در این زمینه نمیشه تمسک کرد. دقیقاً همون نکته است که من جلسه قبلم به دنبالش بودم که آیا وقتی در زمان ائمه همچو سیره این نباشد، آیا در زمان پیامبر همچو سیره ای بوده است؟ این نکته بسیار مهمیه که اگر کسی بخواد بگه همه این موارد از ابتدا رعایت می شده است، یکی از مواردی که ایشون به شکل موشکافانه بحث کرده همین است که همچو سیره‌ای قابل اثبات نیست. یه بابی است این برای جوانانی که میخوان ازدواج بکنن، در مورد افرادی که میخواهن ازدواج بکنن. یک فی الواقع مجوزات قائل شدند شرعاً که این در غیر زمان خواستگاری مطرح نیست. دقیقاً روایات زمان خواستگاری است. کسی که اراده جدی ازدواج دارد. اینجا روایاتی داریم، یکی و دوتا نیست، روایات هم معتبر است، مورد استناد فقها واقع شده. گفتن که دختر و پسری که میخواهند با هم ازدواج بکنند میتوانند مواضع زینت را ببینند، مشاهده بکنند. در مورد زن گفته شده به طریقه، در مورد مرد هم همین گونه خواهد بود. واژه اینجا از امام صادق علیه السلام، از سیح و شام و حماد و حفص کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن ينظر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. اشکالی ندارد به این که نگاه به صورت زن کند، صورت فردی که میخواد باشه ازدواج بکند، و معاصمها، فی الواقع جای علنگوش، جای دستانش نگاه بکند وقتی که میخواهد با او ازدواج بکند. این یک روایتش هست. روایات دیگری هم داریم که میتواند به محاسن او نگاه بکند. حالا به اینها روایت هم رسیدیم، یک یکی خواهم خود. خب اینها هم دلالت میکند به این که اگر میشود به این فرد در این زمان چنین نگاهی کرد، خب یعنی زنان دیگر به جای خود هستند. اگر اراده ازدواج نباشد این تسهیلات فی الواقع جاری نخواهد. حالا از اون سو بشنویم. روایتی است چون از جلسه پیش در مورد حضرت زهرا از من پرسیدن، روایتی است در مورد ایشون که جابر نقل میکند که صورت حضرت زهرا سلام الله علیها از فرط گرسنگی زرد شده بود و من شکایت به پیامبر بردم. پیامبر پرسیدن علت چیست؟ گفتن گرسنگی. دعای کردن، ایشون به حالت عادی برگشت. حالا به مسائلش کار ندارم. بحث این بوده که جابر صورت حضرت زهرا رو دیده. صورت و بحث از وجه هست، نه چیز دیگر، وجه. بعد اینجا به لحاظ سندی هم روایت اشکالی ندارد. به لحاظ دلالی به برخی فقها اشکال کردن که مگر ممکن است ایشون مکشفت الوجه آشکار بشن. مکشفت الوجه یعنی با صورت باز، نه با سر باز، با صورت باز. یعنی این ذهنیت فقهای ما، ذهنیت علمای ما با متن روایات دوتاست. اون وقت ذکر میکند که مگر ممکن است مادر زینب چنین باشد، خود زینب برای اینکه سر قبر پدرش برود یا سر قبر مادرش برود شبانه میرفت که کسی او را نبیند. خب کنهو نمیگوید که خب همین زینب سلام الله علیها آیا در مسجد دمشق سخنرانی نکردن حضور مردم؟ بعد در قضایای کربلا هم خب ما مواردی داریم در تاریخ‌ها، در یعقوبی، تاریخ یعقوبی، در مقتل ابی مخنف، در دیگران خب موارد ذکر شده است. این گونه نیست که در منابع گفته می شود. هم در مورد هم در مورد رأس، در هر دو مورد. به هر صورت میخوام بگم که حالا من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم چون اونها هم به لحاظ تاریخی نه این برش قابل اثباته نه اون برش، اما اگر کسی آمد ذکر کرد که اینها این گونه پوشیده بودن، اون سمتش هم هست که در زمان فاجعه به گونه دیگری هم ظاهر شدن. حالا اگر به لحاظ تاریخی اثبات اون دشوار است، اثبات این هم دشوار است، لذا به هیچ کدومش نمیتونید بیاد استناد بفرمایید. اما نکته مهم این که علیرغم این روایاتی که داریم تو این زمینه ها، وقتی فقها میخوان اظهار نظر بکنن میبینی که مذاق شارع در مورد ارث و ناموس احتیاط تام است.
این مطلبی است که ما میگه از مجموعه روایات چنین به دست میآید که در این موارد باید احتیاط تام کرد. به همون شکل زنان کسی را نبینند، کسی زنان را نبیند، حد اکثر حجاب را باید رعایت کرد که مورد آسیب قرار نگیرد. حالا من روایاتی است به نظرم میاد که اینها کاملا هم معتبرند. اگر به اینا توجه میشد دیگه همچون مسئله‌ای به مذاق شرع نسبت داده نمیشد. به اون خواهم رسید. اون روایت علی بن سوید است که شاید مهمترین روایت بحث امروزم باشه. اما قبل از اون اجازه بدید یکی دو تا روایت به همین ترتیبی که من یادداشت کردم پیش برم که در واقع ترتیب علمی بحث رعایت بشه. حالا میخوام چند تا روایت هم در مورد سطر صلاتی بخوانم، یعنی پوشش در زمان نماز، پوشش زنان در زمان نماز. ما دو روایت داریم، دو روایت در میان انبوه روایات دیگری که مخالف این هستند. دو روایت داریم، یکیش صحیح است، یکیش صحیح نیست، در مورد اینکه زنان می توانند در زمان نماز بدون روسری با سر باز نماز بخوانند. روایت اول، اجازه بدید برسم بهش. بله، موثقه ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی مکشوفة الرأس. اشکالی نیست، جایز است برای زن مسلمان آزاد این که نماز بخواند در حالی که سرش باز است، مکشوفة الرأس. بس دقیقاً در مورد صلات است. این روایت سندن اعتبار دارد. یک روایت دیگری هم هست که اون اعتبار سندی ندارد. لا بأس ان تصلی المرأة المسلمة و لیس علی رأسها قناع. اجازه دارد زن، اشکالی ندارد زن مسلمان این که نماز بخواند و بر سرش مقنعه نباشد. این دو روایتی است که در اینجا داریم. در مقابل این صحیح زراره است که میگه سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام پرسیدم از ان ادنا ما تصلی فیه المرأة، کمترین چیزی که زن در آن نماز میخواند، حداقل سطر صلاتی به اصطلاح از پرسیدم. قال درع و ملحفة و تنشرها علی رأسها و تجلل بها. یک پیراهن و یک ملحفه، یک چادر مانند پارچه بسیار بلند بزرگ که سرش را میپوشاند و کاملا او را میپوشاند. این تجلل بها یعنی غطا بها تماما، یعنی میپوشاند تمام بدن او را. خب این یکی سندن از اون قبلی قوی تر است، این صحیح است، اون موثقه بود، دلالتش هم مشخص است، درع و ملحفه، که این مورد استناد مشهور فقها قرار گرفته و به این دارن عمل میکنن. در مورد مو در نماز، عبارت را عیناً میخونم. فقد اختلف کلمات الاصحاب فی استثنائه. کلمات فقهای امامیه در استثناء کردن مو مختلف است. چرا؟ حیث لم یرد بذالک نص بالخصوص. هیچ روایت و دلیل خاصی به خصوص در مورد مو در نماز وارد نشده است. فاثبته جمع و منعه آخرون. برخی اثباتش میکنن، برخی منعش میکنن، برخی هم توقف فی ثالثا، گروهی هم متوقف میشوند در این زمین. اما اونها که به این استناد میکنن و لازم میدونن، میگن همین روایت صحیحی که اخیراً خوندم، صحیح زراره، صریح است، کفایت میکند برای همین تجللی که گفته شده است. اگر با این سرپوشانده نشود دیگه فنتشرها و نمیدونم تجلل بها گفته نمیشد. یعنی تمام بدن که مو هم جزء بدن است میباید پوشیده شود. اما بالاخره به شکل خاص در مورد مو در نماز روایت نداریم. در مورد نماز حضرت فاطمه زهرا روایت صحیحه. صحیح الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال
سلت فاطمه علیها السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. فاطمه زهرا را دیدم نماز میخواند در پیراهن و خمار بر سرش بود. اینجا دقیقاً ببینید بحث یادتون رو گفتیم این بر سرشان بود و او بیش از آن که موهایش و گوشهایش را میپوشانید بیشتر از این نبود. یعنی حد حجاب صلاتی، ستر صلاتی در صورت هم ذکر کردن، گوشها پوشیده شود، موها هم پوشیده شود. خب این دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر مسئله پوشش مو. این از این سو. بعد خدمت شما عرض بکنم اون روایاتی که ذکر کردم در مورد ازدواج، در مورد زمان خواستگاری، این الان برخی از اونها رو خدمتتون میخوانم. صحیحه یکی روایت است از عبدالله ابن سنان، روایت هم صحیحه است. قلت لأبی عبدالله الرجل یرید ان یتزوج المرأة ان ینظر الی شعرها فقال نعم. به امام صادق عرض کردم که مرد میخواهد با زنی ازدواج کند، آیا مجاز است به مویش نگاه کند؟ فرمود بله. یعنی در زمان خواستگاری حتی خواستگار میتواند موی همسر آینده‌اش هم ببیند. یا محاسن، تو برخی روایت محاسن او آمده است. حالا محاسن رو میگن منظور همین مواضع است، ولی بالاخره محاسن هم در برخی روایات آمده. این که ذکر کردم مسئله به این شدت و حدتی که برخی میگویند نیست، یکی از مصادیقش این است. البته فقط زمان خواستگاری است مطابق این روایات. جواز النظر الی شعر المرأة و ساقها لما یرید التزویج، اجازه نگاه کردن به موی زن و ساق زن برای زمان خواستگاری، زمانی که میخواهد ازدواج بکنه. اما برخی روایاتی که شما فراوان شنیده اید ولی میخوام در مورد میزان اعتبارشون بحث بکنم. ابی عبدالله البرقی قال استأذن ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و عنده عایشه و حفصه فقال لهما قوما فادخل البيت فقالتا انه اعمى فقال ان لم يركما فانكما تریانه. دو نفر از زنان پیامبر در محضر ایشون بودند که قومی داخل شدند. اینها فردی که داخل شده بود نابینا بود و گفته شد به اینها که اگر او شما را نمیبیند شما که او را میبینید، پس در این صورت میباید خود را حفظ کنید. چیزی که گفته میشود حتی نسبت به نابینا هم میباید خود را حفظ کرد. این روایت فراوان ما در منابع شنیده ایم ضعیفتون مرسله، یعنی روایت ارسال دارد، به لحاظ سندی ضعیف است، قابل استناد نیست. روایت دوم، اینا خوبه بشنویم که بدونیم که برخی سختگیری هایی که داره تو جامعه ما صورت میگیرد مستندش چیست. روایت محمد ابن علی ابن الحسین در کتاب عقاب الاعمال صدوق قال النبی صلوات الله علیه اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها. شدید می شود غضب خداوند بر زن شوهرداری که چشمش پر می شود از غیر زوجش یا غیر محرمش. یعنی می تواند زن شوهرداری که همسر و غیر از همسر و محرمش را می بیند با اینها رفت آمد می کند. خب این روایت ضعیفت و سند جدا، یعنی این چیزها رو به ساعت پیامبر نمی شود نسبت داد. اینها رو ساختند
و ما هیچ دلیلی نداریم که پیامبر اینجوری فرموده باشه. رویه خودش هم به گونه دیگری. روایت دیگر در کتاب مکارم الاخلاق طبرسی، باز عن النبی صلوات الله علیه، دقت کنید، ان فاطمه قالت له فی حدیث خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. بهتر برای زنان، خیر للنساء، بهتر برای زنان این است که مردان آنها را نبینند و آنها هم مردان را نبینند. یعنی طرفینی. این رو فراوان به عنوان مهمترین فی‌الواقع مستند خانه نشینی زنان، مهمترین مستند جداسازی محیط ها زن و مرد از همدیگر ذکر شده است. خب این که رجال آنها را نبینند و آنها هم لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، نه اونها مردی را ببینند نه مردی اونها را ببینند. خب این روایت چیست؟ مرسله. این روایت ارسال دارد، یعنی به لحاظ سندی افتادگی دارد، قابل استناد نیست. ذکرم میکنند گویندش پیامبر به چی ذکر کرده؟ به حضرت فاطمه زهرا هم ذکر کرده است که این عن النبی ان فاطمه قالت له، فاطمه ذکر کرد به ایشان. روایت طبرسی از ام سلمه، بعد میگه که نزد پیامبر بودیم، عنده میمونه فاقبل ابن ام مکتوم و ذالک بعد ان امر بالحجاب، بعد از نزول آیه حجاب بود. فقال احتجبا، این رو داشتیم حالا کاملترش، گفت با حجاب باش، خودتون رو بپوشانید. فقلنا یا رسول الله الیس اما لا یبصرنا، این بابایی که آمده ابن ام مکتوم نابیناست، بازم بپوشونیم خودمون رو؟ میگه که فرمود که او نابیناست اما شما او را نمیبینید و شما موظف خودتون رو بپوشانید. خب این روایت هم هاکذا مثل قبلی مرسل است، نه هیچ کدوم قابل استناد نیست. خب خدمت شما این اما اون روایتی که بعدش داده بودم، به این روایت دقت بیشتری بفرمایید. صحیحت علی ابن سوید قلت لعبدالحسن علیه السلام انی مبتلا بالنظر الی المرأة یعجبنی النظر الیها فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلک الدین. علی ابن سوید که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده نقل میکند که من به حضرت عرض کردم من به نظر به زن مبتلا هستم. گفته شده که یا بدزاز بوده یا رنگرز بوده، شغلی داشته که نوعاً خانم‌ها خریدارش بودن یا شبیه به این، اما توی متن روایت است میگه انی مبتلا به نظر الی المرأة، من مبتلای به نگاه کردن به خانم‌ها هستم. کسی هم هست که بهش احتمال نمیده که بگیم فردی ناپاک. گفتم از اصحاب شناخته شده و موثق امام رضا است. پس نگاه کردن به ایشان مرا خوش می آید، لذت میبرم از نگاه کردن به زنان. حضرت سوال میکنه، میگه من همچون مسئله دارم. فقال یا علی، یا علی ابن سوید، ای علی ابن سوید، اشکالی ندارد اگر نیتت پاک باشد. لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، وقتی تو با زنان مواجهی و مواجهه تو با زنان باعث لذت تو می شود، اگر تو نیت صادق داشته باشی، دل پاکی داشته باشی، لا اشکال به، لا بأس. اما بپرهیز از زنا، برکت را از کارت میبرد، دینت را نابود میکند. این حد کاملا مشخصه. بس این نیست که این هم جز متون دینی ماست، اینم نواندیشان و امثالم درست نکردن. روایت معتبره است در کتب روایی ما، صحیح هم هست.
گویندش هم بسیار مشخص است. یعنی اگر تو نیت پاکی داشته باشی، دل پاکی داشته باشی، مواجهت با زنان، نگاه کردنت به اونها اشکالی نداره. فقط جالبه این رو اومدن توضیح دادن. این رو شیخ انصاری، شیخ اعظم انصاری در کتاب النکاحش مهمترین دلیلش در بحث این که چرا وجه زنان لازم نیست پوشیده شود. چون میدونید مسئله اساسی بین فقها این است که یا باید زن برقع بزند، نقاب بزند، یا صورتش میتواند آشکار باشد. و به فقهای روشن ما اونجا میگه نه، مستندش همین روایته. میگه اگر میشود نگاه کرد، امام رضا تایید کرده، به چه دلیل شما میخواید این رو بپوشانید؟ بعدم مگر این همه زیبایی در طبیعت نیست؟ خدا که نخواسته است زیبایی رو بپوشاند. وجود دارد یکی از پدیده‌هایان، اون هم صورت زیباست. این عباراتی که دارم نقل میکنم عین کلمات فقهاست. من از خودم ذکر نمیکنم، دیگران فرمودن. حالا این مطلب نشون میده که آقا در مسئله پوشش زنان این روایت هم وجود دارد، میتواند مورد عمل قرار بگیرد. در صحیح فضیل از امام صادق ذکر میکند، اینجا در مورد ذراعین است. ان الذراعین من المرأة هما من الزینة التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. میگه که از در مورد ذراع سوال کردن، آیا این هم جزء اون زینت‌هایی است که امکان آشکار کردن است؟ نعم، پاسخ دادن بله. و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، همون وجه و کفین، به این شکل فرمودن بله این می شود. این روایت به لحاظ سندی ضعیف است، اما به اون استناد شده. روایت از ابی جارود است از امام باقر. در باره لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها گفته شده است فهی الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و سوار. گفته شده است که منظور از زینتی که امکان آشکار شدن دارد، معلوم است در اون زمان لباس است، سرمه است، انگشتر است، خضاب کف است که اون زمان حالا شبیه فرض بکنید حنا کردن یا مانند اینا، و علنگوست. و ما سه گونه زینت داریم: زینتون للناس، زینتون للمحرم، زینتون للزوج. زینتی برای مردم، زینتی برای محرم، زینتی برای همسر. فاما زینت الناس فقط ذکر، من زینت مردم رو گفتم، همین لباس و چیز مال صورت و مال دست، انگشتر و امثال. اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها و دلمج فما دونه. اما زینت برای محرم یکیش گردنبند و بالاتر از آن است و بازوبند و پایینتر از آن است. یادتونه ذکر کردم انسان با محرمش میخواد، با فرض بکنید عموش، داییش، پدرش، برادرش، میگه اینها رو ذکر میکنن که گفته بودم از ساعد دست و موز، گردن، سر، اینها امکان باز بودن دارد. و بل خلخال و ما سفل منها. و اما زینت الزوج فالجسد کله، اما زینت زوج تمام جسد، تمام بدن زن است. اما این در مورد محرم خلخال رو هم ذکر میکند و پایینتر از آن که ساق رو هم در بر میگیرد. شبیه همون حداقل حجابی که جلسه پیش بهش پرداخت. اما روایت به لحاظ سندی ضعیف است و قابل استناد فقهی نیست. خب موارد دیگری هم که هست من به اصطلاح گردآوری کردم، شبیه همین نکاتی بود که خدمت شما عرض کردم. وقت منم کمی بیش از حد گذشته، ببینید دیگه چیزی مونده که عرض بکنم. مجموعاً جمع‌بندی بکنم، حالا بقیه نکاتش رو میتونم بنویسم خدمتشون. و اون جمع‌بندی بنده این است که همونطور که مشاهده کردی روایاتی که ما در باره حجاب داریم این گونه نیست که گفته شود هیچ روایت معتبری در باره وجه و کفین وجود ندارد.
من نمونه از اونها رو خوندم. اما اینکه اینها از چه زمانی است، غالباً از ائمه علیهم السلام، از امام باقر به بعد است که این روایات صادر شده است. بر اساس صنعت روایی ما این روایات با صناعت فقه سنتی قابل اعتناست. یعنی اون بحثایات را که داشته باشیم و این روایات هم داشته باشیم، نهایتش می شود زینت و اون چیزی که این روایات ذکر میکنند این است که این مواضع میباید پوشیده شود مگر همین مواردی که ذکر شد. اما آیا این مطلب در اون زمان حتمی است؟ اما منظور از اون زمان یعنی زمان ائمه. آیا در زمان پیامبر و قبل از اون هم مطلب به همین گونه بوده است؟ این ادله‌ای که ما خوندیم در مورد زمان پیامبر دلیل معتبری به دست ما نرسید. و سوال اصلی که بیشک برای هر شنونده من مطرح خواهد بود این است که حالا ما هستیم و این روایات، وظیفه عملی ما چیست؟ آیا آن چیزی که در این روایات ذکر شده است متناسب با شرایط زمانی مکانی اون دوره بوده است یا برای همیشه است؟ این بحث فقهی است دیگه، از خود روایات نمیشه استفاده کرد. به هر حال این رو خوندم به خاطر اینکه حتی در تحقیقاتی که انجام شده در حوزه روایی حتی مطلب ادا نشده. لذا من کوشش کردم که روایات رو بخوانم که مطلب این گونه نیست که بگیم یک دفعه به اصطلاح وجه و کفین روئی. بله میتوان ذکر کرد که چطور از اون شرایطی که من در حوزه قرآنی ذکر کردم به این فی الواقع حداقل وجه و کفین رسیدیم. این چندان بر من واضح نیست و به زبان دقیق‌تر میشه ذکر کرد بر اساس موازین فقه سنتی پوشش مو، سر و گردن الا همین موازی که ذکر شد لازم است. اما اگر ما خارج از این موازین رو مورد مناقشه قرار دادیم، توانستیم مورد مناقشه قرار بدهیم، اون وقت چه می شود؟ این موضوع بحث جلسه بعدی من خواهم. لذا من منصفانه خواستم ذکر بکنم که در چارچوب فقه سنتی بر اساس ادله روایی حداقل حجاب این است که گفته شد، یعنی غیر از وجه و کفین میباید پوشیده باشد. خارج از این اگر این موازین مورد نقد قرار بگیرد به کجا میرسیم؟ موضوع جلسه آتی من خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.